به آقای شاروخان عزیز، نمیخوای قد فیگور بگیری برای عکس؟ بلند شو داداش، تو صدا پی سر اتاق بیاد، کارش دارم. فکر کنم مدرسه است، هنوز بر نگشته، امروز دیرتر میاد. سلام به اهل خانواده. بابا چی شده؟ چرا فکری؟ هیچی پدر جان، چیزی نشده عزیزم. یکم سرم زیادی درد میکرد، شما هم نبودی، داروخونه هم زیادی سختگیری میکردن، بدون نسخه دارو نمیدن، که خدا رو شکر اومدی. بیا این دفترچه مدادو بگیر، برام یه نسخه بنویس. بده بدم.